سلام، با آموزش آباژور رافیا در خدمتون هستم. برای این کار نیاز به یه اسکلت فلزی آباژور دارید و نخهای رافیا. این نخهای رافیا رو وقتی باز میکنیم به صورت کاغذی در میاد و به این شکل که میبینیم ما نقاط اتصال رو با این تیکه های کاغذ با چسب میچسبونیم. دلیلش هم فقط برای تمیزی کار. خیلی جاها این کار انجام نمیدن، ولی من چون تمیزی کار برام مهمه، قبل از هر کاری که رافیا باشه حتما این کار رو میکنم و نقاط اتصال رو میزنم. ببینید این قسمت های نخهای رافیا یه قسمت هایش اصلا بازه. همین قسمت ها رو وقتی که باز میکنیم ما کامل به صورت یک کاغذ انگار در میاد. این کاغذ ها رو قیچی میکنیم کوچیک کوچیک و به نقاط اتصال میچسبونیم که کارمون تمیز در. بعد یک مقدار نخ برمیداریم و شروع میکنیم برای کاور ستون ها. معمولا 7 تا 8 برابر هر ستونی که میخوایم کاور کنیم ما نخ میگیریم. اول کارو چسب میزنیم و خیلی معمولی این نخ رو دور این میله میپیچیم. فقط مهم اینه که تمیز باشه و میتونیم وسط کارم نپیچیم، چسب نزنیم، فقط بپیچیم ولی محکم و اول و انتهای کار رو فقط چسب بزنیم. به همین ترتیب باید کل ستون ها رو ما کاور بکنیم به همین شکل. بعد مرحله پیچیدن رو شروع بکنیم. اگر که خواستید ما فریم و پایه آباژور و نخ موجود داریم، میتونید کامنت کنید، با ما در واتساپ در ارتباط باشید، براتون ارسال بکنیم. اگر قسمتی از کار میبینید تو فیلم نیفتاده، چیز خاصی نیستش، به همین شکل که میبینید فقط باید بپیچید و انتهای کار رو چسب بزنید. خب به همین شکل که دیدی بقیه ستون ها رو هم کاور میکنیم. شروع میکنیم به پیچیدن نخ. من حدود 10 گرم نخ برای هر قسمت در نظر گرفتم و بستگی به کوچیکی و آباژورتون داره. حدودی اندازه بگیرید که برای قسمت های بعدی بدونید که چقدر نخ نیاز دارید که جدا کنید. خب اول کار رو چسب میزنیم، میبریم پشت ستون، چسب میزنیم، یه پیچ میدیم، میذاریم خوش بشه. بعد شروع میکنیم به پیچیدن. قسمت بالای کار پیچیده نمیشه، فقط نخ از روش رد میشه. ببینید به این صورت. این کار مخروطیه، قسمت بالا کوچیک و قسمت پایین بزرگه، پس به تبع نیاز داره قسمت پایین یک دور پیچیده بشه به این شکل، قسمت بالا پیچیده نشه که بتونن اینا همزمان با هم تموم شن و به انتها برسن. یکی جلوتر یکی عقب‌تر نباشه، تو یک راستا باشن. ببینید قسمت بالا فقط نخ از روش رد میشه، قسمت پایینه که یک دور پیچیده میشه. قسمت پایینم باید یه مقدار فشرده بکنیم که جا باشه تا به انتها بخواد برسه. ببینید پایین پیچیده میشه، بالا پیچیده نمیشه. این شکل. خب آخر کار که رسیدیم
نخ رو یک بار من بدون پیچیدن میام روی ستون، بازم برای تمیزی کارم میام یکی دو بار از روی ستون، حالا با سلیقه خودتون هر چند بار که خواستید رد میکنید و پشت ستون این انتهای نخ رو چسب میزنید. ببینید به این شکل چسب میزنید، بعد میذارید که خوش بشه. وقتی رو ستون رو میگیرید کارمون تمیزتر در میاد، یک دست‌تر در میاد. خیلی جاها ستون رو کاور نمیکنن ولی ما میکنیم. خب حالا به اینجا یک نکته هست. یه موقع دیدید که شما نختون کم اومد و به انتها نرسیدید، چیکار میکنیم؟ نخ رو گره میزنیم، یه گره معمولی به این شکل. اما اینکه گره کجا بیفته مهمه. این گره رو جایی صفر میکنم که در داخل آباژور قسمت پشت تقریبا نیم سانت پایین تر از اون میله بالا بیفته. ببینید دقت کنید توی تصویر، ببینید انتهاشو قیچی میکنم، گره بیفته پشت و تقریبا نیم سانت پایین که داخل اون قسمتی که پرباف و تراکم زیادی داره بره و این گره مشخص نشه. دوباره پایین رو که یک دور میپیچم، میرم بالا نمیپیچم. این گره داخل کار من میره و دیده نمیشه. اگر گره پایین تر بیفته چون تراکم باز میشه گرهتون دیده میشه. اگر گره هم پایین بیفته که دیگه چون تراکم نداره خیلی باز دیده میشه. پس تو این کارها که قسمتی داریم که پیچیده نمیشه، نخها همه کنار همن، اگر نخ کم آوردید داره تو لوستر یا آباژور، گره رو اون قسمت بندازید که مشخص نشه. ببینید گره رفت داخل و مشخص نمیشه و کار شما تمیز میشه. دوباره نخ رو قیچی میکنم و چسب میزنم. ببینید مشخص نیست، گره داخل کارم رفته و مشخص نمیشه، کارتون تمیز میشه به این شکل که میبینی. انتهای نخ رو دوباره قیچی میکنم و میچسبونم. به این شکل کل بخش ها رو میپیچم. ممنون میشم که ما رو لایک و سابسکرایب کنید.